سلام دوستان عزیز، خواستیم ما هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو. امروز من بهتون آموزش تانک رو یاد بدم. اول این وسایلی که تو اینونتاری رو بردارین. اگر برداشتیم بریم سراغ ویدیو. خب اینو اسلپ و این صندلی ها رو اینطوری میذارین. بعد که گذاشتین اینجا 2 تا ابزرور میذارین. ابزرورها که گذاشتین جلوش 2 تا استیکی پیستون و 2 تا اسلایم. وقتی که 2 تا اسلایم گذاشتیم میایم این و اینجا یه دونه ابزرور میذاریم، یه دونه پیستون، 2 تا اسلایم. با استیکی پیستون خیلی فرق داره. خب میایم اینجا این 2 صندلی ها رو اینطوری میذاریم اینجا، یکی اون و برای فاز تانک. بعد اینو ور میداریم و 3 تا میایم جلو. بعد که اومدیم جلو یه دونه اسلایم پشت این ابزرور میذاریم و شما میبینید که یه تانک داریم. خیلی چرت و پرت. خب دوستان ممنونم که ویدیو دیدید. لایک، سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای آینده. خدا نگهدار.